بریم با هم یک سوال از مبحث کاربرد مشتق رو حل بکنیم که توی اون علاوه بر کاربرد مشتق میتونیم رد پای مثلثات و هندسه رو هم ببینیم. سوال گفته که در مستطیل ABCD شکل مقابل AD مساوی 20 و CD مساوی 12. اگر طول BF بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد، حاصل کوتانژانت آلفا رو از ما پرسیده. خب ببینید، اگر من به این شکل دقت بکنم متوجه میشم که زاویه آلفا و این 90 درجه رو بی خودی به من نداده، یعنی باید یه جایی ازش استفاده بکنیم. و از طرفی میدونم که این شکل ABCD مستطیله، یعنی همه این زاویه ها 90 درجه است. اینجا هم 90 درجه است. خب ببینید توی این مثلث قائم الزاویه AED اینجا 90، اینجا هم آلفا. اگر اجازه بدید من اینجا رو زاویه بتا نامگذاری میکنم. ما میدونیم که توی هر مثلثی جمع زاویه های داخلی 180 درجه است، یعنی آلفا به علاوه بتا به علاوه 90 180 درجه است. اگر من 90 درجه از اینا کم کنم پر واضحه که آلفا به علاوه بتا 90 درجه است. این تا اینجای کار. اگر به نقطه ای هم دقت بکنم، اینجا زاویه بتا، اینجا هم 90 درجه، قطعا اینجا هم باید بشه آلفا. چرا؟ چون که اینجا 90، آلفا به علاوه بتا رو هم نتیجه گرفتیم که 90 درجه است، پس کل اینا میشه 180 درجه. به این مثلث قائم الزاویه کوچیک دقت بکنید. EBF اینجا آلفا، اینجا 90. اگر بخوایم جمع زاویه های داخلیش بشه 180 درجه، قطعا اینجا باید زاویه بتا باشه. خب یه ذره که به شکل دقت بکنیم متوجه میشیم که این دوتا مثلث قائم الزاویه AED و EBF چی هستند؟ متشابه هستن. پس بیایم نسبت تشابهشون رو تشکیل میدیم. حالا قبل از اون میایم اطلاعات سوال که به ما داده به اصطلاح روی شکل پیاده سازی میکنیم. ببینید نقطه تمرکز سوال روی ضلع BF از این مثلث قائم الزاویه است. من اینجا رو Y نامگذاری میکنم و توی این مثلث ضلع قائم EB رو X نامگذاری میکنم. از طرفی میدونم که توی این مستطیل ضلع DC 12، پس AB هم قراره بشه 12. اینجا اگه X باشه اینجا میشه 12 منهای X. حالا بریم توی این دوتا مثلث قائم الزاویه که نتیجه گرفتیم که متشابه هستن، به اصطلاح اون تناسب رو تشکیل میدیم. از مثلث کوچیک شروع میکنم. ضلع روبروی به آلفا Y، توی این مثلث بزرگ ضلع روبروی به آلفا 12 منهای X مساویه توی مثلث کوچیک ضلع روبروی به بتا X، توی مثلث بزرگ ضلع روبروی به بتا 20. حالا یه طرف این وسط این اگر انجام بدیم میشه 20Y مساوی است با 12X منهای X2. حالا اگر من بخوام این 20 رو هم ببرم توی مخرج سمت راست، رابطه ای که بر حسب X به دست میاد برای Y به این صورت. ببینید Y کی بود؟ BF. ما میدونیم که BF بیشترین مقدار ممکن رو قراره که داشته باشه، پس مشتق نسبت به X میگیریم برابر 0 قرار میدیم. خب اگر من مشتق بگیرم از این برابر 0 قرار بدم، 1/20 که اینجا توی به اصطلاح ضریب این عبارت قرار داره هیچ تأثیری نداره. ببینید مشتقش 1/20 رو میاریم بیرون، مشتق از این عبارت صورت کسر میگیریم نسبت به X، میشه 12 منهای مشتق X2 هم میشه 2X. حالا قراره که این رو برابر 0 قرار بدیم. این ضریب 1/20 که هیچ تأثیری نداره، مشتق رو اگر برابر 0 قرار بدیم میشه 12 منهای 2X برابر 0. از اینجا X برابر
6 به دست میاد. خب x که برابر 6 به دست اومد میتونیم توی این رابطه قرار بدیم و y رو هم ببینید یا اینجا مثلا توی این تناسب قرار بدیم یا اینجا قرار بدیم و به اصطلاح مقدار y رو هم به دست بیاریم. 12 ضرب در 6 میشه 72 منهای 36 میشه 36 تقسیم بر 20 که این رو هم اگر من بخوام به 2 ساده بکنم میشه 18 دهم یا 9 پنجم. یعنی هم مقدار x رو به دست آوردیم هم مقدار y رو به دست آوردیم. حالا به راحتی میتونیم خواسته سوال رو پیدا بکنیم. الان خواسته سوال از ما کوتانژانت آلفاست. اینجا رو پاک میکنیم. ببینید حاصل کوتانژانت آلفا. الان توی این مثلث کوچیکه کوتانژانت میشه ضلع مجاور به ضلع مقابل، یعنی x به y. خب مقدار x رو که داریم برابر چقدره؟ 6. مقدار y چقدره؟ به دست آوردیم 9 پنجم. یه طرفه یه دور در دور نزدیک در نزدیک بکنیم میشه 39 یا 10 سوم. بنابراین گزینه درست گزینه 2.